رشیدی از کردستان. سلام علیکم و رحمت الله از عزیزان اهل سنت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای ابوالقاسمی و همچنین جناب آقای حسینی عزیز. بنده سال 82 ازدواج کردم با یک همسر شیعه که مال آبادی از همسرم و اون زمان در شیراز در یک شرکت کار میکردیم و همسرم اونجا مشغول به کار بود. بالاخره با هم آشنا شدیم. در نهایت با اینکه مذهبمون با هم فرق داشت اما به دلیل علاقه با هم ازدواج کردیم. علاوه همین موانع و مشکلاتی که از طرف خانواده همون وجود داشت اما چند سال با هم مشکلی نداشتیم در زندگی. راجع به مذهب خودمون و هر کدوم به مذهب خودمون بودیم، هر کدوم به مذهب خودمون به الله قسم نماز می‌خوندیم. اما ظاهر اوقات یه بحث‌های مختصری با هم داشتیم که اونا عادی بودش تا زمانی که شبکه‌های در محوره اومدن مثل شبکه کلمه و آقای ملازاده که این شبکه‌ها خدا شاهده زندگی بنده را عوض کرد و روی شخص من خیلی اثر گذاشت. اون زمان بنده اصلا شبکه شما را نگاه نمی‌کردم اما نسبت به شیعه ها دیدگاه بدی نداشتم در حالی که با یک شیعه زندگی مشترک داشتم. اما به خدا قسم از وقتی که این شبکه ها را پیگیری می‌کردم دیدگاهم کم کم نسبت به شیعه ها کلا عوض شد. اونقدر شیعه ها را بد جلوه دادن که بنده متنفر شدم از شیعه ها و اونها را دشمن اسلام و دین و الله میدانستم. اونقدر اینها شیعه ها را بد جلوه داده بودن که به ذات الله رحمان حتی نسبت به همسر خودم هم کم کم دید دیگری پیدا کردن. حتی تصمیم گرفتم طلاق بدم همسرم و حتی یکی چندین سال دو ساعت فرزند نمی‌شدیم و من فکر می‌کردم چون همسرم کافر هستش خداوند نمی‌خواد که ما فرزند عنایت کنه و این را مکرراً به همسرم میگفتم تا اینکه همسرم یه روز به من گفت می‌خواد بره به شیراز برای در واقع روحیش و به پدر و مادرش سر بزنه. من هم که بودن یا نبودنش اصلا برام مهم نبود به پروردگار عالم گفتم که برو اگر هم دوست نداشتی برگردی برنگرد برام مشکلی نداره. تا اینکه همسرم بعد از 8 یا 9 روز برگشت خلاصه کنم بعد از مدت کوتاهی ما صاحب فرزند شدیم و این یک درقه در زندگی ما بود. من کمی هم از عقیده خودم سوس شدم، حتی شبکه‌های محوریه‌ای را خیلی کمتر نگاه می‌کردم و احساس می‌کردم یه جورایی داشتم اشتباه می‌کردم در تفکرات خودم. نکته اصلی من اینجاست که میخوام بهتون بگم، یعنی کل داستان به اینجا برمیگرده. زمانی که همسرم باردار شد و فهمید که من خیلی آروم‌تر شدم بالاخره بغضش یک روز ترکید و سفره زیرش را پیش من باز کرد و با گریه که در موندم و کلامش این بود که گفت زمانی که من به تو گفتم میخوام به شیراز برم برای بازدید از پدر و مادرم، نیت من مشهد مقدس بود اما از ترسم این را به تو نگفتم، چرا که گفتم با خودم شاید حتی من را بکشی اون زمان و مخفیانه به مشهد رفتم به تابوت جناب علی مسرد رضی الله عنه شکسته و یکی وزاری از جانب جناب مسرد خواستم واسطی بین ما و الله بشه و بنده را به اشتباه خودم متوجه کنه. در مورد نظرم برای منچه در نشدن و صدش قسم دادم حاجت بنده را روا بکنه و این حدیثی تفسیر بنده هست و کرامت آقا مترضا تا بنده را متوجه اشتباه هم بکنه. زمانی که زندگی نامه اهل بیت را خوندم در کنار کمک‌های خوب شما و کمک‌های فراوان همسرم که الان در کنار من نشسته، از نظر روحی که واقعا کمک کرد، من حق را پیدا کردم و عاشق اهل بیت رسول الله صلی الله شدم و به توفیق الله میخوام مذهب شیعه را با اجازه شما اختیار بکنم و براءت کنم از دشمنان اهل بیت رسول الله. الحمدلله. آقای رشیدی عزیز، یادتون هست قبلا که تماس میگرفتید به اسم اهل سنت و مطالبتون رو میگفتید؟ بله دقیقاً. الحمدلله که شما با عنوان یک پرسشگر تماس میگرفتید اون موقع و باور بفرمایید در ذهن بنده وقتی شما تماس گرفتید این بود که شما به عنوان یک پرسشگری که به دنبال حقیقت هستید با توجه به اون سابقه‌ای که از شما داشتم روی خط تشریف آوردید. نظر لطف شما هستش. این هم باید عنوان بکنم فرزندمون به دنیا اومد اسمش محمد گذاشتیم و قرار هست اسم رضا را به اسمش اضافه کنیم و محمد رضا الحمدلله نام جدیدش را بگذاریم. از برادران سنی خودم میخوام به پروردگار عالم قسم، به الله بزرگوار قسم، به ذات ارحم الراحمین تعصب را کنار بگذارم و تحقیق کنم که چه چیزی به حق هست که خدا شاهده. ما در خانواده خودمون
از امامان حاجت گرفتیم و این بر من یقین هستش. تشکر دارم از برنامه شما که البته بنده بغض در گلوم هستش و دیگه نمیتوانم صحبت کنم. اگر امری نداشته باشید از حضور شما بزرگوار هستید. شما فراموشی ندارید. یه سوال دارم، شما مشهد مقدس هم مشرف شدید تا حالا؟ بنده خودم به پابوس آقا موسی رضا نرفتم، لیکن انشاءالله در این ماهی که بیاد 100% به پابوس آقا امام رضا انشاءالله که خدا توفیقتون بده و التماس دعا هم از شما داریم. البته ما بارها تاکید کردیم دوست داریم هم شیعه و هم سنی تحقیق بکنند و دین خودشون رو از روی تحقیق انتخاب بکنند، مذهبشون رو تحقیق انتخاب کنند. اسلام دینی است که به ما تحقیقی کردن رو یاد داده و این دوست از جناب رشیدی خب دیگه چندین بار با شبکه ما تماس گرفتن، سوالاتشون رو مطرح کردن و به حمدالله الان به نتیجه رسیدن. ما دوست داریم هر کسی که میخواد به نتیجه برسه بیاد تحقیق بکنه، چه شیعه چه سنی، و انشالله مذهب خودش رو با پرسشگری و قصد پذیرش حق انتخاب بکنه. انشالله که موفق. متشکرم از شما آقای رشیدی، واقعا برای ما شیرین بود با سابقه‌ای که از شما عزیز سراغ داشتیم و اینکه خب به هر حال تماس می‌گرفتید، ایرادات علمی داشتید، مباحث علمی داشتید، در اینجا در برنامه مختلف مطرح می‌کردید. شما رو به خدا می‌سپاریم. سبوی باده را مستی تویی